خب در 120 ثانیه با ایمیل ها این هفته تلاش میکنیم که اشاره داشته باشیم به گوشه ای از پیام ها و نکات شما عزیزان. قبل از پرداختن به موارد مشخص اجازه بدین که به همه اونهایی که وضعیت درب و داغون رژیم و پیشرفت‌های مقاومت رو تبریک گفتن متقابلا تبریک بگم و عذرخواهی بکنم که از اینکه خب طبعا فرصت اسم بردن از یکایکشون نیست. همینطور به دوستانی که نکات و گزارشات بسیار غرور آفرین در مورد تلاش‌های هموطنانمون برای برگزاری گردهمایی بزرگ ایرانیان به مناسبت 30 خرداد رو برامون ارسال کردن درود میفرستم، آرزوی موفقیت میکنم، خدا قوت. روشنه که خب شما صدای همه هموطنانی هستید که در برابر این رژیم در صحنه‌ها و پهنه‌های مختلف ایستادگی میکنن. دوست گرامی پیک شادی حشمت اون پوستری که در مورد جراحی وحشتناک و محکوم به شکست خامنه‌ای ارسال کرده بودیم به دستمون رسید. خیلی ممنون. امیدوارم که بازم از پشتیبانی شما بهره مند بشیم. ممنون از دوستان عزیز نیما تهرانی، بابک گودرزی، هاجر پارسی، مرتضی آقا محمدی، جواد ریاحی، ایلین افق، حمید خلعتبری، علی نوری و دوستان گرامی نیره لسانی و آزاده ایرانی و نینا آزادی. تلاش می‌کنیم که شایستگی الطاف شما رو به دست بیاریم. تعهدمون این است که از هیچ تلاشی در این مسیر فروگذار نکنیم. دوست عزیزی که با نام منصوری نت برامون ایمیل زدید خیلی ممنونیم. ما خیلی خوشحالیم که در ارتباط با شما قرار داریم. منتظر ایده ها و کارهاتون هستیم. شیروز سیفی ممنون، مثل همیشه طنزهات کوتاه و جالب بودن، بسیار کمکار برای طنز پردازان پیک شادی. دوست عزیزی با نام مستعار امیدی در ناامیدی که اسم قشنگی برای خود انتخاب کردین درخواست کردن که برنامه‌ها و فعالیت‌ها رو بیشتر بکنیم به روی چشم، البته مثل همیشه و بیش از همیشه با اتکا به دوستان عزیزی مثل خود شما.